رقابت‌های سنوکر و بیلیارد در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور با قهرمانی شرف الدین رحیمی به پایان رسید. مسئولان برگزاری میگویند مسابقات سنوکر و بیلیارد که یک هفته قبل از سوی فدراسیون سنوکر و بیلیارد با هماهنگی آمریت المپیک تربیت بدنی و ورزش غور میان دو کلب و 40 ورزشکار راه اندازی گردیده بود، با قهرمانی شرف الدین رحیمی و نایب قهرمان میلاد رحیمی به پایان رسید. امروز شما شاهد ختم مسابقات جام طلایی سنوکر و بیلیارد در سطح ولایت غور بودین در سنوکر کلب رکورد که ما چند روز قبل به هماهنگی مرکزی فدراسیون مرکزی افغانستان و همچنین با هماهنگی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غور ما برگزار کرده بودیم بین 40 تن از ورزشکاران که خوشبختانه امروز اختتام یافت. هدف از راه اندازی مسابقات اما شناسایی چهره های برتر و همچنان رشد و پیشرفت سنوکر و بیلیارد در ولایت غور می باشه ان شاء الله. از سوی هم جان محمد ایدری معاون فنی و مسلکی آمریت المپیک تربیت بدنی و ورزش غور میگوید که هدف از راه اندازی این مسابقات رشد ورزش سنوکر و بیلیارد و شناسایی بهترینا به تیم منتخب ولایتی غور برگزار کردند. مسابقه فینال 7 میدان بازی می شده که 4-1 به نفع شرف الدین جان به پایان رسید. برشان تبریک می گوییم و همچنان از طرف فدراسیون سنوکر کلب و بیلیارد ولایت غور برای مقام‌های اول، دوم و سوم کاب، مدال، حکم قهرمانی و همچنان جوایز نقدی که 5000 و 3000 و 2000 افغانی بوده در نظر گرفته شده و هموتا به خاطر تشویق جوانان که مطالعه خوب داشته باشند برای هر کدام از اینا یک جلد کتاب سیرت نبی نیز توزیع شد. در همین حال شماری از ورزشکاران از برگزاری این رقابت‌ها قدردانی کرده و میگویند که این مسابقات برای رشد و شناسایی چهره‌های برتر سنوکر و بیلیارد مفید است. جای خوشحالی و خرسندی است که ما امروز همچون هماکنی داریم و همچون کلپی داریم که میتوانیم با معیارات بلند استاندارد میتونیم بازی‌های خود را پیش ببریم و جا داره تشکری کنیم از عبدالرفشان گوجر رئیس سنوکر و بیلیارد ولایت غور و همچنان از آمریت ورزش که همچون زمینای رو برای ورزشکارا مساعد میسازند. مسابقاتی که برگزار شده بود بین 40 تن حریفان دیگه توانستم که مقام اول را کسب کنم. گفته است که از سوی فدراسیون سنوکر و بیلیارد و کمیته برگزاری مسابقات برای مقام‌های اول تا سوم کاپ، مدال، حکم قهرمانی، لباس، جوایز نقدی و یک جلد کتاب سیرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر تشویق ورزشکاران توزیع گردید.